کوهستان می رسد. از دور بر یاد من شهری کوهستان می رسد. مادر، ندانم در چی حالی تو، هنوز اندر سری خیرمن بر راه من نظر داری که می آیم به دیدارت نمی آیم. فدایت من، ببخشا این زمستان هم برای تو چو فرزندان مردم درزه هیزم نآوردم، کف گندم نآوردم. چی سازم مادرا، حالا که در بازار شهر ما کتاب شعر شاعر را اگر گیرند بهر پیست پیچامی است. ترازوهای اینجا لایق بار محبت نیست. من هم تا هنوز آن سرکشی دریا دلت هستم که بار نقد جانم را به این سودا نخواهم داد، تمنای بلندم را به پستی ها نخواهم داد. مادر جان، مادر جان، برایت این زمستان هم کتاب شعر خواهم برد. میدانم که تو ره توشه فرزندی رهگم کرده خود را مثال پاره نان به چشمان پسر بیمار میمالی و میبوسی و میگویی خدا را شکر، خدا را شکر، از شعر تو بوی مهر می آید، بوی مهر. زمستان می رسد مادر. سروناز یوسفی، دوستان ارجمند، در این لحظه ها دل می خواهد به آن مادری که همین گونه هنرمند را آفریده است یک نظر کند. و خوشبختانه در این لحظه ها مادری سروناز یوسفی اینجا حضور دارند. ما از شما دست دعا می طلبیم. آمین. شبهای دراز مادر جان تا صبح مرا تو الله گفتی، از حرف شیرینی دل نوازد من خوابیدم و تو خود نخفتی. محض همین دعای مادر بزرگی من بود که من به همین مرتبه ها رسیدم. خوش آمدی آچه جان. برای همه مادران تاجیکستان زنده باشه. سرود آچه سروناز یوسفی. پشتیبانم
مادرای مهربان آچه دارین در حقیقت غنیمته. بیاید که تا همه در زندگیشان قدری مادرای بدونیم که فردا دیر خواهد شد. زنده باشین برای همه مادران مهربان.